اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت رشد نموی تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور سیاست سازنده و آبادکارانه حکومت مملکت را به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی روانه کرده تا به امروز تاجیکستان صاحب استقلال به دستاوردهای بزرگ نائل گردیده است. از اینجاست که با ابتکار و تشبث‌های پیشوای ملت با مقصد دوباره احیا نمودن هنرهای مردمی که معرفی‌گر فرهنگ و تمدن ملت در عرصه بین المللی بوده، همزمان وسیله اساسی جلب زنان و دختران خانشین به شغل دائمی محسوب می‌یابد و از عامل بلند گردیدن سطح نیکوحوالی و زندگی شایسته است. سال 2018 همچون سال رشد دهات و هنرهای مردمی و سالهای 2019 2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. این به هنرمندان بهره انکشاف هنرهای مردمی شرایط مساعد فراهم آورد. هنرهای قدیمی ملی را من از مادرم آموختم. مادرم تاقی می دوختن و سوزنی می دوختن. در همان وقتها من خیلی هنرشان پسند آمده بود. از خردی به همین هنر مشغول می باشم و کار و فعالیت برده ایستاده ام. من این هنری خود را در لیسه کسبی خدمتی شهر خوجند دانشگاه بین المللی و صاحبکاری تاجیکستان به طلبگان آموخته ایستاده ام و اینچنین به زنهای خانشین هنرها را می آموزانم. به پرزیدنت کشورمان پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان برای دستگیریشان مینتداری خود را بیان می نمایم. در سمت جلب زنان خانشین به آموزش هنرهای مردمی، حکومت تاجیکستان کارهای نظررس را به سامان رسانیده. برای تأسیس مرکزهای هنرهای مردمی در شهر و دهات و هنرمندان گرانت‌ها تأسیس داده است که این اقدام را در ولایت و شهر و ناحیه‌ها جانبداری و تقویت بخشیدند. من صاحب گرانتی رئیس ولایت و صاحب گرانتی رئیس شهر گردیدم و یک چند طلبگان را آموزانده ایستاده‌ام. شاگردان من از 1000 اضافه می باشند و آنها صاحب علاقه هنرهای قدیمه می باشند و اینچنین به نبیرگانم هم این هنرهای قدیمه را برای از بین نرفتنش آموزانده ایستاده‌ام. طبق معلومات آماری بیش از 70% اهالی کشور در دهات عمر به سر میبرند و زنان که اکثرا هنرمندند هنرهای زردوزی، قالین بافی، کشیده دوزی، قراق دوزی و امثال آن را احیا و به رشدش مساعدت کرده ایستادند. تشبث، دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به زنان خانشین امکانیت فراهم آورد که هنرهای خود را رواج و رونق بخشیده از حساب به فروش برآوردن محصولات استحصال نمودهشان برای بهداشت سطح زندگی و وضع اقتصادیشان مساعدت نمایند. یعنی امروز برای زنان هنرمند امکانیت پیشبرد زندگی شایسته فراهم آورده شده است.